سلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. امروز پنجشنبه 14 دکامبر درباره قرب اسعار ملی خارجی معلومات می‌دهیم. با شما هستم ابو مدثر. 100 دلار برابر به 1096 سومانی و همچنین 100 یورو برابر به 1181 سومانی. دوستان در زیر نوار لایک میمونیم، از ما چیزی نمیرود و به کانال پادپیسات میکنیم. دستگیری شما پیشروی ما هست. خداوند از همه شما راضی باشد. رحمت برای دستگیری. کورس امروزه 1000 روبل برابر به 121 سومانی و 88 دیرم. دوستان عزیز، هر اون چیزی که هست با طریق بانک ملی تاجیکستان بر شما معلومات داده ایستاده ایم و میگذاریم به کورس تنگه. کسایی که در جمهوری قزاقستان کار و فعالیت دارید، 1000 تنگه پول قزاقستان برابر به 23 سومان و 83 دیرم را تشکیل میکند. و کسایی که در جمهوری ترکیه کار میکنید، البته به خبر نمانید، 1000 لیره ترکی برابر به 377 سومانی تاجیکی می باشد. این بود خبر امروزه. خودی رسان میکنیم. لایک و پادپیسات را فراموش نکنید. و با کسایی که پول ازبکستان وجنیای لازمای 50000 سوم ازبکستان برابر به 44 سومانی و 35 دیرم را تشکیل میکند. میگذاریم به پول خیتای. کسایی که در جمهوری خیتای کار و فعالیت دارند، 100 یوان پول خیتای برابر به 151 سومانی و 51 دیرم را تشکیل میکند. این بود خبر امروزه بر شما دوستان عزیز. حتما دستگیری را فراموش نمیکنیم و انتظار نوارهای آینده میشویم. حتما درباره کدام کورس بر شما لازم باشد در کامنتر بنویسید، بر شما معلومات میدهیم. خدا نگهبان. رحمت برای دستگیری. تا نوارهای آینده. خداحافظ.